ماجرایی که میخوام براتون تعریف کنم مربوط به 7 سال پیشه و قبل از ازدواجم. برای شب یلدا به خونه مادر بزرگم که توی یکی از روستاهای اطراف مراغه بود رفته بودیم. مادر بزرگ زن سرحال و پر انرژی بود، پر از قصه و تجربه های تلخ و شیرین زندگی. تو خونه روستایی نسبتاً بزرگش زندگی میکرد، به همراه 2 تا داییام و عروسش که اونا هم توی همون خونه بزرگ زندگی میکردن. تا جایی که یادم میاد همیشه شب یلدا رو به تهران میومد تا کنار ما باشه. ولی اون سال به خاطر اینکه عروسش باردار بود نمیتونست به تهران بیاد و برای همین از ما خواست که به اونجا بریم. ما هم که خیلی وقت بود به خونه مادر بزرگ نرفته بودیم، خیلی خوشحال شدیم و قبول کردیم. فردای همون روز راه افتادیم. وقتی رسیدیم همه چی آماده بود: کرسی و حافظ و شاهنامه و آجیل و هندونه، انار دون شده و شیرینی خونگی و خیلی چیزای دیگه. خلاصه که مادر بزرگ سنگ تموم گذاشته بود. شب خیلی خوبی داشتیم، به همه خوش میگذشت. داییام و مادرم کلی از خاطرات بچگی و ماجراهایی که توی اون خونه داشتن تعریف میکردن. وسطای شب بود که صدای شبیه به زوزه حیوان و جیغ زن از حیاط خونه شنیدیم. همه با ترس به سمت صدا برگشتیم، ولی مادر بزرگ با خونسردی از جاش بلند شد و به آشپزخونه رفت. بعد از چند لحظه با یه بخچه خوراکی برگشت و یه مقدار کمی هم از خوراکیای روی کرسی برداشت و داخل بخچه ریخت و به حیاط رفت. از داییم پرسیدم این صدای چی بود؟ مادر بزرگ کجا رفت؟ داییم اشاره‌ای به زن باردارش کرد و بدون اینکه حرفی بزنه بهم حالی کرد که هیچ سوالی نپرسم و بعد گفت چیزی نیست، رفته یه مقدار خوراکی ببره واسه بچه‌های همسایه. بعدش هم با شوخی بحث و عوض کرد. بعد از چند دقیقه هم مادر بزرگم برگشت و کنارمون نشست. دوباره همه شروع کردن به بگو بخند، ولی من متوجه غیرعادی بودن ماجرا شدم. چیزی نگفتم، ولی گذاشتم وقتی که بچه‌های کوچیک‌تر و زنداییم رفتن بخوابن و کم کم دور کرسی خلوت شد از همشون بپرسم که چه اتفاقی افتاده. وسطای شب بود و کم کم دور کرسی خلوت شد. زنداییم هم که رفت دیگه خیالم راحت شد. خیلی بی مقدمه به سمت داییم برگشتم و پرسیدم دایی قضیه چی بود؟ داییم به مادرم نگاه کرد ولی چیزی نگفت. اونجا بود که متوجه شدم همه اهل خونه میدونن ماجرا چیه به جز من. کمی احساس حماقت کردم. از مادرم پرسیدم شما هم میدونی قضیه چیه؟ صدایی چی بود؟ مامان بزرگ کجا رفت؟ اون همه خوراکی رو برای کی برد؟ اون وقت شب تو این سرما؟ مادرم کمی آروم و با لحنی محتاطانه گفت صدای از ما بهترون بود. اون خوراکی هم سهمشون از سفره امشب بود. مو به تنم سیخ شد. چیزی که میشنیدم و باور نمی کردم. با حالت ناباورانه‌ای پرسیدم از ما بهترون؟ سر به سرم میذاری؟ مادرم که متوجه تعجب و بهت من شده بود گفت مربوط به خیلی سال قبله. اگه دوست داری به مادر بزرگ بگو واسه تعریف کنم. به مادر بزرگم نگاه کردم. با همون آرامش و لبخندی که به لب داشت گفت تو سال دیگه عروس میشی دخترم. هاج و واج فقط نگاه میکردم. اصلا نمیفهمیدم چی میگن. هیچ ارتباطی بین چیزایی که میگفتن پیدا نمیکردم. صدای عجیب و غریب از حیاط، با خوراکی بیرون رفتن مادر بزرگم توی اون سرما، از ما بهترون، عروس شدن من، اینا هیچ ربطی به هم نداشت. به مادر بزرگم گفتم اینا که دارید میگید چه ربطی به هم داره؟ یه جوری حرف بزنید که منم بفهمم. مادر بزرگ طوری که انگار مردد بود
نگاهش به سمت پنجره رو به حیاط رفت و مدتی بدون اینکه پلک بزنه خیره به پنجره موند و بعد آروم شروع به حرف زدن کرد و با این جمله قصه‌ش رو شروع کرد. خیلی فقیر بودیم. واسه سیر کردن شکممون همه خانواده کار میکردیم. یا تو باغ و زمین‌های کشاورزی خانها و ارباب‌ها کار میکردیم یا تو خونه هاشون کلفتی میکردیم. بعضی وقتها مجبور میشدیم به روستاهای خیلی دورتر هم بریم. فرقی نمیکرد. برای یه لقمه نون با پدر و مادر و خواهر و برادرام هر کجا که میشد کار میکردیم. من بیشتر وقتا خونه خانها کلفتی میکردم. رخت شرکاشون رو میشستم، یا تو طویله گاو و گوسفنداشون، یا تو استبل اسباشون، یا تو آشپزخونه‌شون، یا هر جای دیگه. هیچ فرقی نمیکرد. باید کار میکردیم. 16-17 سالم بود. با پدرم رفته بودیم چند تا روستا بالاتر از ده خودمون که سر زمین یکی از زمیندارای اونجا کار کنیم. سر ظهر یکی از آدمای خان ده اومد اونجا و به مالک زمینهای اونجا گفت چند تا کلفت واسه خان میخوام. چند روزی باید اونجا باشن. خان از تهران مهمون داره و شاید 2 هفته بمونن. پدرم آروم در گوشم گفت اگه ازت خواستن برو. اونجا از کار کردن سر زمین راحت تره. غذای خوب بهتون میدن و جای خوابم دارن واسه کلفتاشون. پول خوبی هم بهت میدن. زمیندار اونجا اومد و گفت سالار خان چند تا کلفت میخواد واسه 1-2 هفته. از زنا و دخترها هر کی میتونه بیاد بره. من بدون معطلی جلو رفتم و گفتم من میام. مأمور خان ازمون خواست که دنبالش بریم. آدم خان سوار اسب و ما پیاده. دنبالش راه افتادیم و تا خونه سالار خان پیاده رفتیم. 1 ساعتی توی راه بودیم. اولین بار بود که به اونجا میرفتم. وقتی رسیدیم ما رو تقسیم کردن و سری شروع به کار کردیم. منو به مطبخ فرستادن. 3-4 روزی اونجا بودم که یه روز سالار خان به مطبخ اومد و وقتی منو دید بهم گفت تو از کدوم ده اومدی؟ دختر کی هستی؟ از خجالت سرمو پایین انداختم و نتونستم جواب درستی بهش بدم. بعد از کمی پرسجو خان به طرف پیرمردی رفت که آشپز مخصوصش بود. کمی باهاش حرف زد و بعضی وقتا به من نگاه میکرد و بعد از یکم صحبت از اونجا رفت. بعد از نهار پیرمرد منو گوشه‌ای کشید و گفت میخوای زن خان بشی؟ با خجالت گفتم خان که 2 تا زن داره. تازه دختر کوچیکش از من بزرگتره. چرا باید زن خان بشم؟ پیرمرد با مهربونی و کمی شرم گفت امروز که تو مطبخ تو رو دیده گلوش گیر کرده پیشت. سالار خان هر کاری بخواد میکنه. اینجا بمونی زن خان میشی. از من نشنیده بگیر. اگه نمیخوای زن خان بشی همین امشب از اینجا برو. پیرمرد اینو گفت و رفت. کمی درمونده شده بودم. نمیدونستم باید چه کار کنم. از حرف پیرمرد که گفته بود خان هر کاری بخواد میکنه بیشتر ترس برام داشته بود. باید امشب از اون خونه میرفتم. تا شب صبر کردم. هوا که تاریک شد و همه اهالی خونه خوابیدن، ما هم بعد از خوابیدن اهالی خونه اجازه داشتیم که بریم و بخوابیم. رفتم توی جام و خودم رو به خواب زدم تا بقیه هم خوابشون ببره. حدود نیمه های شب بود که مطمئن شدم همه خوابیدن. یواش از سر جام بلند شدم و به سمت در رفتم. از اتاق که بیرون رفتم هوا یکم سرد بود. نگهبانای خونه خان رو دیدم. نمیدونستم چجوری باید از اونجا برم. تصمیم گرفتم و برگردم و از در پشتی مطبخ برم. خودم رو به پشت مطبخ رسوندم. خدا خدا میکردم کسی منو ندیده باشه. به در که رسیدم آروم در رو باز کردم و از خونه خارج شدم. نفس راحتی کشیدم و شروع کردم به دویدن.
باید خودم رو به روستامون میرسوندم که توی اون تاریکی شب اصلا کار راحتی نبود. از اون روستا که خارج شدم خیالم کمی راحت شد که کسی دنبالم نیومده. به سمت ده به راه افتادم. هر چی توی اون تاریکی میرفتم بیشتر خوف برم میداشت. همین جور که داشتم میرفتم یه دفعه صدای همهمه ای شنیدم. ترس برم داشت. سر جام وایستادم و خوب گوش کردم. صدای جمعیت بود. مشخص بود یکی دو نفر نیستن. یک کم جلوتر رفتم. حس کردم صدای همهمه واضح‌تر شده. خوب که گوش کردم احساس کردم دارن اسم منو صدا میکنن. یواش جلو رفتم. از پشت یه سنگ بزرگ ایستادم و نگاه کردم. یه سری موجود قد بلند و زشت داشتن اسم منو نجوا میکردن. خیلی ترسیدم. متوجه شدم که اینا آدم نیستن. همه جن بودن و از ما بهترون. خیلی تعدادشون زیاد بود. برگشتم که فرار کنم که یه دفعه دیدم چند تاشون پشت سرم ایستاده بودن. جیغ بلندی کشیدم و میخواستم بدوم و برم که یکیشون دست دراز کرد و منو از موهام گرفت و کشید. مجبور شدم همونجا سر جام بایستم. جیغ میزدم و التماس میکردم که منو ول کنن. اونقدر ترسیده بودم که به خودم میلرزیدم، ولی اونا ولم نمیکردن. موهامو گرفته بود و بقیهشون دست و پای منو گرفته بودن و داشتن منو میبردن. اونقدر جیغ زدم که دیگه نفهمیدم چی شد. از حال رفتم. چشم که باز کردم نمیدونستم کجام. بوی خیلی بدی میومد. تاریک و سرد بود. از جام که بلند شدم صدایی گفت: تو زندانی ما هستی. هیچ جا نمیتونی بری. ترسیدم. نمیتونستم حرف بزنم. آب دهنم و قورت دادم و با صدایی که از ته چادر میومد بهشون گفتم: برای چی منو آوردین اینجا؟ از من چی میخواین؟ جواب داد: بزرگ قبیله ما مریضه. میگن باید غذای آدمیزاد بخوره تا خوب بشه. تو بلدی غذا بپزی مگه نه؟ جوابشو ندادم. اونم ادامه داد: میدونیم توی خونه خان کار میکردی. میدونیم غذا هم میپختی. پس بلدی؟ با ترس و ناامیدی جواب دادم: آره بلدم. فقط غذا باید بپزم؟ خنده بلندی کرد و گفت: نه، یه کار دیگه هم باید بکنی. رئیس قبیله ما مریضی داره که باید آدمیزاد حمومش کنه. تو میتونی بشوریش، درسته؟ با تعجب گفتم: من باید بشورمش؟ با خشم نگاهم کرد و جواب داد: اگه حمومش نکنی، اگه نشوریش خوب نمیشه. تو که دخترای خانو توی حموم میشستی، پس میتونی. نمیدونستم چی بگم. زیر لب آروم گفتم: کی ولم میکنید؟ جواب داد: به رفتن فکر نکن. هر کاری ما میخوایم و باید انجام بدیم. چند روزی گذشت. خیلی حالم بد بود. هر روز صبح بیدار میشدم و کلی غذا میپختم. فهمیده بودم همشون از اون غذا میخورن. هر روز کلی مواد غذایی میآوردن و میگفتن غذا بپز. یه هفته ای توی ترس گذشت. توی اون هفته 2 بار رئیس قبیله رو حموم کردم. زندگی بین اون موجودات زشت واقعا جهنم بود. یه شب که توی جام داشتم گریه میکردم، صدای یکی از اونا رو شنیدم که گفت: گریه نکن. با ترس سرمو چرخوندم. کسی رو ندیدم. دوباره صداشو شنیدم که گفت: من اینجام. اینقدر گریه نکن. به سمت صدا برگشتم. دیدم که اونجا نشسته و به من نگاه میکنه. بهش گفتم: غذا میخوای؟ یکم از سر شب مونده، براتون میارم الان. بلند شدم که برم براش غذا بیارم،
که دوباره صدام کرد. من غذا نمیخوام. میخوام بفرستمت بری. تو نباید اینجا باشی. اگه اینجا بمونی جونتو از دست میدی. ولی اگه الان بری سال دیگه عروس میشی. همون جوری که دلت میخواد. با تعجب نگاش کردم. بهش گفتم تو از کجا میدونی؟ اصلا تو که از خودشونی. چرا میخوای بذاری من برم؟ نزدیکتر اومد و تو چشام نگاه کرد و گفت من مثل اونا نیستم. دوست ندارم تو اینجا بمونی. من مادر بزرگتو خیلی خوب میشناختم. سالها بهش خدمت کردم. اون یه بار جون منو نجات داد. من سالها بهش کمک میکردم. الان باید تو رو از اینجا نجات بدم. فردا شب میام دنبالت. آماده باش. چیزی نگفتم، ولی از حرفاش نور امیدی توی دلم روشن شده بود. فکر این که یه بار دیگه خونمونو ببینم منو سر شوق آورده بود. فردا شب بالاخره رسید. توی رخت خوابم نشسته بودم و دعا میکردم اون جن بیاد و خودشو به من نشون بده. حوالی ساعت 3 شب بود که صداشو شنیدم. آماده ای؟ برگشتم سمت صدا. باورم نمیشد از دیدن یه جن اینقدر خوشحال شده باشم. با خوشحالی جواب دادم خیلی وقت آمادم. آروم و بی سر و صدا راه افتادم. از بین چند تا جن که خواب بودن آروم رد شدیم. به دشت که رسیدیم با سرعت بیشتری حرکت کردیم. به جاده اصلی خودمون رو رسوندیم. من میرفتم و اون پشت سرم میومد تا خود روستا همراهیم کرد. دمدمای صبح جلوی در خونمون رسیدم. اشک تو چشام جمع شده بود. برگشتم پشت سرم و نگاه کنم که ازش تشکر کنم که دیدم رفته بود. وقتی در زدم مادرم در رو باز کرد. با دیدن من شروع به اشک ریختن کرد. وقتی رفتم توی خونه همه اهل خونه دورم کرده بودن و من براشون همه چیز رو تعریف کردم. فردا شب وقتی خواب بودم همون جن به خوابم اومد و گفت من از این به بعد مراقب تو هستم. از این به بعد همون جور که مراقب مادر بزرگت بودم از تو هم مراقبت میکنم. من هر خدمتی بخوای به تو میکنم. همه دور کرسی ساکت نشسته بودیم. هیچکی حرف نمیزد. مادر بزرگ به من نگاه کرد. دیدم اشک تو چشماش جمع شده. ازش پرسیدم بعد از این همه سال اون هنوز اینجاست؟ بدون اینکه جواب سوالمو بده به عکس پدر بزرگم روی دیوار نگاه کرد و گفت سال بعدش با پدر بزرگت ازدواج کردم. بقیه‌شو هم که خودت میدونی. مادر بزرگ دیگه چیزی نگفت. منم دیگه سوالی نپرسیدم. چیزی که برای خودم جالب بود این بود که من همیشه از موجودات ماورایی و جن و پری وحشت داشتم. ولی اون شب با اینکه میدونستم اونجا توی خونه مادر بزرگم حضور دارن نه تنها نمی ترسیدم که احساس آرامش و سبکی هم داشتم. همه ساکت نشسته بودن و به مادر بزرگ نگاه میکردن. توی همین لحظه صدای برخورد قطرات بارون به پنجره رو شنیدم. بلند شدم و رفتم کنار پنجره. بازش کردم و دستم از پنجره بیرون بردم. قطرات بارون با آرومی به دستم برخورد میکرد. همیشه بارون رو دوست داشتم. جالبه که بدونید شب یلدای سال بعد ازدواج کردم و تا به امروز با وجود تمام مشکلات زندگی خوبی داشتم.